بازیگران ایرانی که از فقر به ثروت رسیدند. مهران مدیری از 10 سالگی وارد جامعه شد و کارهایی نظیر تراشکاری، مکانیکی، کتاب فروشی، تعمیرات صوتی تصویری، حتی دستفروشی و حمالی و کارگری هم تجربه کرده. او از لحاظ مالی به جایی رسیده بود که توانایی خرید نان و پنیر رو هم نداشت و به قول خودش پوستش کنده شده تا به اینجا رسیده. او حالا مشهورترین شخصیت کمدی ایرانه. از بازیگری، مجریگری، طراحی صحنه و کارگردانی مهران مدیری که بگذریم، او استعداد خوانندگی رو هم داره و تمام درآمد حاصل از بلیط فروشی کنسرت بزرگش در سال 98 در برج میلاد رو صرف خرید شیر و خشک برای کودکان بی‌بضاعت کرد. او حالا یکی از پرقدرت‌ترین چهره‌های فرهنگی ایرانه. امیر آقایی با فوت پدرش در 9 سالگی زندگی سختی پیدا کرد و چند سال بعد به تهران نقل مکان کرد و در مدرسه شبانه روزی ثبت نام کرد تا در روز با کار در تراشکاری مخارج خانواده‌اش رو تامین کنه. او اولین بار در فیلم ضیافت مسعود کیمیایی به عنوان سیاه لشکر جلوی دوربین رفت. او حالا بازیگر، نویسنده، شاعر و عکاس مشهوری است که از محبوبیت خاصی برخوردار است. دوستان عزیز، اگه تا اینجای ویدیو لذت بردین، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و از کانال ما حمایت کنید. حامد بهداد بعد از ورشکستگی پدر و قبولی در دانشگاه به تهران میاد و به علت فقر شدید جایی برای موندن نداشت. رامبد جوان او رو به منزل پدری خودش میبره و به او سرپناه میده و بعدها او را به همایون اسعدیان برای فیلم آخر بازی معرفی میکنه. میلاد کیمران مدتها به علت نداشتن مکان زندگی در موتورخانه مسعود کیمیایی زندگی میکرد و همزمان با کلاس بازیگری در پیتزا فروشی هم کار میکرد و به صورت اتفاقی با گلاب آدینه آشنا میشه. او حالا یکی از گرانترین بازیگران ایران است. بهرام افشاری وقتی 2 سالش بود پدر و مادرش جدا شدن و با پدرش زندگی میکرد تا اینکه پدرش رو هم از دست میده. توی قنادی، پیتزا فروشی، پیک موتوری کار کرد و مدتها هم جلوی سینما بساط میکرد. آنقدر تلاش کرد تا تبدیل به یکی از بازیگران محبوب تلویزیون و سینما شد و عکسش رو روی همه سینماهایی که جلوش بساط میکرد زدن. دوستان عزیز، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.